بشیر میتیم جونی دلم این طفل فرزند خرده روزنامه‌نگار زندانی رخشانه حکیمووا است که حالا از مادر جدا و از یگانه غذایش شیرین مادر 2 روز باز محروم است. وی هنوز نمی‌داند که 8 سال آینده احتمال مادرش را نخواهد دید. بیبی کودک مادر رخشانه میگوید شب گذشته با شکرانه 9 ماهه تا صبح بیدار بودند. من این فرزند خردیش 9 ماهه کلونیش 2.5 ساله شیری مادر میخورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدانیم اکنون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وای کار میتیم یک شیر دادم میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم کو. مقصوده شراپووا حالا نمیداند به پرسش های نبیره کلانیش که پیوسته مادرش را سراغ میکند چی جواب دهد. این آمد از صادق اول نگاه کرد اول بازی کردو سونی مرا آیا میگوید سونی گفت که آیا بوام بیان بوام کنی گفت سونی من گفتم که ها بوا بالنیسه و رفتن اوکول کردن. بعد بازی کرد شب شد انا بوام کنی آیا بوام کنی سحری باز خسته آیا مرا با صادق بوام بران میگفت. والدان رخشانه حکیمووا به بیگناهی دخترشان اصرار می‌ورزند و تا آخرین لحظه ها باور داشتند که او از تالار دادگاه دوباره بیرون می آید، ولی به جای او 2 گوشواره اش را بیرون آوردند، همچون رمزی 2 طفل و همچون پیام به مادرش فرستاده بود. او بچه فوتر گناه لازم گفتم من از بحران میبرم تو گفت داده و یک گرگ رو نکنم پیوندان روزنامه‌نگار حالا از رهبریت کشور درخواست دارند که قضیه را تحت نظارت خود بگیرند و حکم روزنامه‌نگار را بازبینی کنند. از پرزیدنتمون بسیار خواهش میکنم که کلین من را دستگیری کند. نه که این کلین من باز گفتنی هم کلین من بیگناه است، یگان گناهی ندارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه رخشانه حکیمووا روزنامه‌نگار 31 ساله را با گمان خیانت به دولت 8 سال زندانی کرد. پرونده حکیمووا پشت درهای بسته بررسی شده خود او در دادگاه اتهام را رد کرده است. هزاران نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این حکم اعتراض کردند. آنها رخشانه را بیگناه و 8 سال زندانی کردن مادر 2 کودک خردسال را خلاف قانون نامیدند. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشانه حکیمووا را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد، ولی به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده جزئیاتش معلوم نیست.